به خدا و قرآن ریم از قبله بگرد اگر تر پا کسی بنا ما کمک کنه. هیچ ما کسی کوی ندارم. یک بیادر دارم او هم از حالت ما حالت از او خراب است. 9 تا دختر داره در مال جان خود است. در بین خانه نه یه ورکتم کمک میکنه، نه کدام خسرانم، نه کدام قومم، نه کس دارم، نه کوی جز از الله پاک. درد تو میگم سخت بر من تمام شد تا صبح خو ندارم. روز تا بگاه یکی میگه برو پوست انار را جوش بتی جور میشی، یکی میگه برو ریشه فلانی را جوش بتی بخو جور میشی. نمو را میکنم دگام شکرم بلند شده میره، ششایم درد میکنه، گردایم درد داره، تکلیف نسایی دارم. مگم هیچ پشت خود نگشتیم. روز به روز دیگه حالا که رفتم در کلینیک قلعه زمان خان رفتم معاینه کردم، دکتر گفت وضعیت تو بیخی پیشرفته شده، تو یک باید به یک چک عمومی لازم داری که چک عمومی شوه که در دردای تو تخصیص شوه که در کدام جای است. سنومک شکرت بیخی خطرناک شده او را. دیگه من شب روز از تشویش خودم ندارم که من میمرم. من دو تا اولادایم از چی کنم؟ اولادایم پدرشان رفت، زندگی خود از یاد شد. من تکلیف زی جنجا خدا ندارم که بلا من میمرم. مردن حق یا پس یا پیش میرم. اشبالی میدیم بلند شده گلون مرا میگرد، تپ تپ سر معامله میای 1 ساعت 1.5 ساعت میفته. دیگه هیچ چیز جز از الله پاک دیگه من هیچ کسی کوی ندارم. این امروز 45 روز شده شوهرم فوت کرده. من مقدر یک مشقاب الوا پیسه ندارم من بخرم در پشتش خدمت خیرات کنم. دیگه احتیاجیم خیلی به حد به اندازه است. سردم شهیدیم احتیاجی های ما قصه کنم بگو آفرین که یک سیاست رنگی و غیرتی بودی که طالب پای خود استاد استی. بسیار دیگه زندگی ما سخت تیر میشه، بسیار به حد به اندازه. به شوام مشترکای میاره میخورن که نبیاره 2 تا یک نان خشک نمی بچیم است. بود پالشی میکنه 2 دفعه از بادام باغ آورده میشه. روز 50 روپیه 100 روپیه تا شام خوفتن کار میکنه. مادر مردا میاین یا 50 روپیه یا 80 روپیه 70 روپیه میگه که نان خشک میاره یک پیاله چای دم میکنم مشترکای من میخورم. این پدرشان هم که مرد از این تشویش قرنطی از این میال روز تشویش کرد به سرطان تبدیل شد. جوان آدم 35 ساله عمرش بود زمین چاک شد. اینم یعنیش در آمد از دست تشویش رفت. کل اولادم گشنه مانده الا نان نیافتم الا پیسه نیست الا تداوی چطور کنم. زن جوان دیگه گرد بگرد سه خانه را بگردم در پا کسی به من نداد که من روز شفاخانه شوهرم ببرم در خانه جان داد. دیگه این مشکلات ها را دارم. حالا خب برو اولا خداوند ببخشه مغفرت کنه. حالا مقای باشه یک چیزی که من برم تداوی خدا کنم که من جور باشم. من 2 تا یک اولاد خدا کلام کنم در زیر پر بال خود کنم سیاسرای من پشت بختش کنم. اولادم در دامن کسی نمانه، احتیاج نمانند. برو درس خون نیست، تعلیم نیست، تا بگادم سرکا عمرشان تیر شد. من میال بچگه که من میال مریض از شدید دندان درد است. نمقدر دندانایش گزه کرده پندیده. من 100 روپیه ندارم که من برم میال بچه خود معاینه کنم دوا بگیرم. دیگه چی بگویم؟ تا که بگویم تکلیفم زیاد شده میره. دیگه عمله سرم میآید نمیفهمم به جان خود.